سرخط خبرهای مهم. امامعلی رحمان با کالاکولتسف درباره حقوق مهاجران گفته است. دورنمای ساختمانی مترو در دوشنبه را بررسی کردند و بازنشر روی خط تروریستان در تاجیکستان. سلام بیننده‌های عزیز، شما نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز سه‌شنبه 28 می. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر امور داخلی روسیه درباره حقوق مهاجران تاجیک صحبت کرده است. صدها هزار شهروند تاجیکستان در روسیه کار و اقامت دارند. ملاقات امامعلی رحمان و ولادیمیر کالاکولتسف روز 27 می در دوشنبه گذشت. وی همراه یک هیئت حکومتی روسیه برای شرکت در مذاکرات همکاری جانب‌ها در ساحه مهاجرت آمده است. با خبر دفتر مطبوعات پرزیدنت امامعلی رحمان در این صحبت با اهمیت قبول چاره‌های ضروری برای تحکیم حفظ حقوقی و اجتماعی مهاجران کره تاجیک که در قلمرو روسیه قرار دارند تاکید کرده است. پس از حمله به تالار کنسرتی کروکوس در مسکو در ماه مارس امسال، موردهای تفتیش، بازداشت، حبس و اخراج مهاجران تاجیک در روسیه افزود. مقامات تاجیکستان در اول سکوت اختیار کردند، اما دیرتر در اعلامیه‌های جداگانه و یادداشت اعتراضی از طرف روسیه خواستند به حقوق تاجیکان احترام بگذارند. وزیر امور خارجه روسیه تفتیش و بازداشت مهاجران را موقتی و چاره پیشگیری از تروریسم دانسته بود. در حمله به کروکوس که مسئولیتش را شاخه خراسان دویش به عهده گرفت، زیاده از 140 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. ماموران امنیتی روسیه در پیوند به حمله بیش از 10 زاده تاجیکستان را دستگیر و تا ماه آگوست به حبس گرفتند. بعضی آنها گفتند که در این حادثه دست ندارند، ولی دادگاه شکایت آنها را نپذیرفت. ضمناً امروز در شهر دوشنبه جلسه 28 شورای راهبران ساختارهای مهاجرتی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل دایر می‌گردد. در آن نمایندگان از ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان و روسیه حضور دارند. خبرگزاری خاور اطلاع داده است که در حاشیه برگزاری جلسه ملاقات‌های دوجانبه راهبریتی مقامات مربوطه مهاجرت تاجیکستان با فدراسیون روسیه پیش بینی شده است. به اطلاع منبع در کار شورا وضع مهاجرت، تغییرات در قانونگذاری ملی در ساحه مهاجرت و جریان آماده سازی سندهای قانونگذاری در ساحه مهاجرت محاکمه می‌گردند. متخصصان تاجیک و کره جنوبی دورنمای ساختمان مترو در شهر دوشنبه را بررسی کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت نقلیات خبر می‌دهد که این واخوری در شهر دوشنبه زیر راهبری عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان صورت گرفته است. در آن همچنین فردوس سیدزاده معاون رئیس شهر دوشنبه و نمایندگان شرکت راه آهن ملی کره اشتراک داشتند. در این خبر مهلت ساختمان مترو گفته نشده است، ولی از این پیش وزارت نقلیات تاجیکستان خبر داده بود که با شرکت راه آهن ملی کره برای ساختمان مترو در دوشنبه تا سال 2040 سازشنامه امضا کردند. سال 2019 رسانه‌ها از قبل حکومت دوشنبه خبر داده بودند که طبق نقشه گنرالی پایتخت نخستین خط هوایی مترو ساخته خواهد شد. بانک کره جنوبی برای گذراندن کارهای پیشکی $200,000 آمریکایی پیشنهاد می‌کند. نمایندگان بانک راضی شدند که تهیه مفصل لایحه را نیز مبلغ گذاری نمایند. قبلا برای محاکمه سر وقتی مسئله ساختمان مترو، جانب‌ها از حساب نمایندگان وزارت نقلیات تاجیکستان، شهرداری و کارپوراسیون راه آهن ملی کره گروه کاری دومی تأسیس دادند که در دوره آن 17 واخوری برگزار گردید. ساکنان دوشنبه که در استفاده نقلیات مشکل دارند، سالهاست آرزوی ساختمان مترو را می‌کنند. کارشناسان ساختن مترو را کاری مشکل و پرخرج می‌دانند. از این رو مطرح شدن این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی به هزل می‌کشند. دادگاه عالی تاجیکستان روز 27 می روی خط 29 سازمان ممنوع را در جمهوری بازنشر کرد و از ساکنان خواست که با آنها همکاری و یا عقیده‌شان را تبلیغ و پیروی نکنند چون جزا دارد. بخش اساسی سازمان‌های ممنوع اسلامی از جمله گروه‌های جنگجو بوده، قسم سیاسی و غیر اسلامی هستند. این رویخط با حزب نهضت اسلامی و القاعده و طالبان سر شده. گروه 24، پامیر دیلی نیوز، نوی تاجیکستان 2، سلفیه، انصارالله و ولایت خراسان دویش را در بر می‌گیرد.
مقامات تاجیکستان آنها را افراطگرا و تروریستی دانسته فعالیتشان را در سالهای گوناگون منع کردند. نمایندگان حزب نهضت اسلامی، گروه 24 و پامیر دیلی نیوز خود را مخالف حکومت و فعالیتشان را قانونی، اما قرار دادگاه عالی را دارای انگیزه سیاسی و غیر قانونی می‌دانند. این سازمان ها از سال 2014 باز در خارج از تاجیکستان حضور دارند. گروه طالبان که در این فهرست قرار دارد بیش از 3 سال باز حاکم افغانستان است. شاهدان یهوا یگانه سازمان دینی غیر اسلامی است که به فهرست سازمان های افراطگرا و تروریستی در تاجیکستان داخل شده است. مقامات تاجیکستان میگویند پیروان آن چند از قانون ها را رعایت نکرده جوانان را از خدمت سربازی بازداشتند. مسئولان سازمان پیوسته تاکید میکنند که به هیچ کاری خطا یا قانونشکنی راه ندادند. دادگاه عالی تاجیکستان سبب بازنشر فهرست سازمان های ممنوع را نگفته، تنها یادرس شده است که برای جانبداری و پیروی از آنها در عموم از 5 تا 12 سال زندان تهدید میکند. حامیان حقوق میگویند که اقدام تاجیکستان را برای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی پشتیبانی میکنند، ولی از سوء استفاده از سازمان های ممنوع ناراضی‌اند. همساله روز 28 می در تاجیکستان همچون روز قشون‌های سرحدی جشن گرفته می شود. در این روز سال 1994 با قرار شورای عالی در هیئت کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان ریاست قشون‌های سرحدی تأسیس یافت و امسال تاجیکستان 30 سالگی آن را جشن می‌گیرد. وابسته به این سنه ما از ساکنان پرسیدیم که آیا می‌خواهید که فرزند یا نبیره‌تان سرحدبان شود؟ به فکر شما این کار چی مشکل دارد؟ و البته آرزو و تمنیات آنها را هم پرسیدیم که حالا یک جا می‌بینیم. سرحدبانی مرزبومی دولت را نگاه میکنه چون که مردم آسوده زندگی پیش برند. به سرحدبان نمیشد. و فکر شما حالا کدام سمتی همین سرحد تاجیکستان برای کار مساعد است و کدامش خطرناک؟ خطرناک افغانستان است. مساعدش انا قلمه سرحد قلمه تجارت می شود از این طرف بسیار یکی از منبعهای درآمد می شود تاجیکستان با. فکر شما همین کار چی مشکلی دارد؟ سرحدبانی خیلی سرحدبان همه وقت چالاک و زیرک است که چون که مردم آسوده خواب روند. وظیفه وزبین در دوشیان ها گذاشته شده است. میخواهیم که ما در آینده همگی 5 فرزند ایم، 5 فرزند همش خدمت کردگی. یکمش قشون‌های سرحدی دیمش که با همین چیز این خدمت در همین قشون‌های سرحدی همین چی خدمت کردگی. ما میخوام که همه جوانان با صف ارتش ملی بیاین خدمت کنند، همه خود را برسونند چون که همین وطن خود را حمایت میکنیم. از اونجا برای وطن خود، برای پدر و مادر خدمت خود را برسونیم که چون که ما نگهبان همین وطن هستیم. آینده ملت در دست ما جوانان است. من باید حفظ کنم. همچنین دختر خودم در سرحد خدمت میکنه. بگم همین چیز صحبت از سرش سفید کرده کار میکنم. الحمدلله نه چندین سالهای زن و فرزند دور خونه در دیگر جای بر خدمت میکنم. کار خطرناک نیست و فکرتان چگونه است کارشان؟ نه زینه فخر میکنیم که هم خیلی آدم‌ها در عائله ما هستن خدمت وطن مادر میکنن. با فکر خودتان کدام قسمت ها حوزه خطرناک است در تاجیکستان داریم؟ من خیلی قسمت نه خطرناک نداریم. من حس نمیکنم یکونجا خطرناک باشه. الحمدلله که وطن منتین جای آرومه. هم خیلی مردای خوب کلون کردن. الحمدلله که نگهبان. Очень тепло приняли, очень добрые, позитивные, добродушные. Я когда разговаривал, я сам снимаю про Таджикистан, видео про путешествия, у меня много подписчиков, и я очень люблю обозревать страны, и хорошо встретили, они рады, иностранцы. Так, میدونم چه حوزه همه سرحد نگاه میکنن که وای نشود، یکم جنگ نشود، یکم با خیر رو نکنه. نه این کارشون با فکرتان چقدر خطرناک هست؟ خیلی کمتر خطرناک هم هست. خیلی خطرناکه. خدا با شکر که هستن اونو
сарҳадчиён ба умри дароз идашон қадди табрик вайоям сарбаланду хонаобод бошанд ҳамаро. وزارت کارهای خارجی و وزارت عدلیه روسیه به پرزیدنت ولادیمیر پوتین پیشنهاد کردند که نام جنبش اسلامی طالبان را از فهرست سازمان‌های ممنوع در این کشور برداشته شود. در این باره خبرگزاری تاس روز 27 می از قبل نماینده پرزیدنت روسیه در مورد افغانستان زمیر کابولوف خبر داد. طالبان در سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفته با روسیه رابطه‌های بسیار فعال دارد. هیئت این جنبش اسلامی هر چند وقت به روسیه سفر می‌کنند. از جمله قرار است نمایندگان طالبان از 5 تا 8 ایون امسال در یک نشست بین‌المللی در سنت پترزبورگ شرکت کنند. در عین زمان طالبان به مثل بسیاری از کشورهای دیگر در روسیه ممنوع و تروریستی دانسته می شود. در گذشته بارها فعالان و نمایندگان مطبوعات را برای آنکه این خصوصیت ممنوع طالبان را در نوشته‌هایشان تاکید نکردند به جوابگری کشیدند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ماه اکتبر سال 2021 گفت روسیه برای از فهرست سازمان‌های تروریستی بیرون کردن طالبان نزدیک می شود، ولی پیش از این باید سازمان ملل چنین قرار قبول کند. در تاجیکستان طالبان در فهرست سازمان‌های ممنوع و تروریستی میماند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 28 می سال 1994 نیروهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تأسیس شد. هدف تأسیس این قشون‌ها را مقامات در ضرورت تحت نظارت قرار دادن وضعیت و پیشگیری از ورود گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی و قاچاق سلاح و مواد مخدر مینامند. 28 می روز سرحدبانان تجلیل می‌شود. 28 می سال 2013 برنامه‌های شبکه تلویزیونی کاب نیوز کش تلویزیونی که با سرمایه صاحب‌پور ناراضی و رهبر مخالفان قزاقستان مختار ابلیازov تأسیس یافت، درباره تحولات سیاسی و اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان برنامه انتقادی تهیه می‌کرد. 28 می سال 2014 پارلمان تاجیکستان استفاده کوکتیل مولوتوف یا محلول آتش‌انگیز را با کاربرد سلاحی آتش‌فشان برابر دانسته برای این جزای سخت مقرر نمود. کوکتیل مولوتوف به نام رئیس کمیسریات خلقی اتحاد شوروی مولوتوف گذاشته شده است و یک محلول آتش‌انگیز نسبتاً ساده تهیه شونده به شمار می‌رود. بسیار وقت آن را به هنگام نمایش‌های اعتراضی مردمی استفاده می‌کنند. ارزش روبل روسی بالا رفته. صبح امروز 1000 روبل به 121 سوم و 70 درهم برابر شده است. 100 یورو برابر است به 1171 سومانی و 100 دلار به 1079 سومانی. بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. تا فردا، خدا نگهبانتان.